جلسه گروه کارشناسی و تخصصی با حضور مقامات و مسئولین کشوری و لشکری و تأسیس ستاد مقابله با ویروس کرونا در کشور. این قبول نیست آقا جان، شما بد انداختی، چقدر میچرخونی، اصلا معلومه این تاس و دستکاری کردی. امروز در هیئت دولت بعد از صرف چلو گوشت و تهچین بره، وزیران دسر خود را می نمودند و سپس بر سر یک استراحت نیمروزی با هم به توافق رسیدند. در ادامه کمی هم درباره موضوع پیش و پا افتاده ویروس کرونا با هم به رایزنی پرداختند. آقایان، باید برای مقابله با ویروس کرونا به طور جدی چاره اندیشی کنیم. من خودم درخواست میکنم که از خزانه دولت بودجه کافی بهم بدید تا خودم و خانوادم رو از گزند و نفوذ این ویروس در امان نگه دارم. مبلغ مورد نیاز من 50 میلیون و 2 میلیارد و 3 میلیون و 70,000 و ببخشید اشتباه شد، 52 میلیارد و 3 میلیون و اصلا بلش کنید، هر چقدر خزانه جا داره باید به من برای مقابله با این کرونا داده بشه. آقا شما دیگه خیلی خوش اشتهایی. زلزله کرمانشاه اومد، بودجه گرفتی رفتی ویلا ساختی تو شمال. سیل تو سیستان اومد، بودجه گرفتی رفتی تو دبی ویلا و ماشین و برج گرفتی. کارت بخوره به اون شکمت. آخه اینو یکی باید بگه که خودش این کاره نباشه. مرد حسابی نذار بگم راه بندازم ها. تو اول بیا جواب اختلاطهای آقازادت رو بده، بعد درباره ویلاهای من حرف بزن. تازه شنیدم باجراقت هم رفت کانادا. عزیزان، این چه کاریه که شما میکنید؟ شرایط نظام بحرانیه. تو این وضعیت ما باید وحدت داشته باشیم. من پیشنهاد میکنم در راستای همین وحدت کل هیئت دولت با بر و بچه ها و خانواده بلند شیم بریم جزیره کیش. میگن اونجا هوا گرمه، ویروس کرونا نمیتونه نفس بکشه. در پایان جلسه هیئت دولت وزرا به چند توافق مهم و راهبردی دست یافتند. ابتدا قرار شد که کیت‌های استاندارد به همراه تجهیزات پزشکی به خانواده‌های مسئولین خدوم نظام واگذار شود. وزیران همچنین توافق کردند که 200 میلیون ماسک را از طریق برادران قاچاقچی احتکار کنند. در پایان بنابر سفارش مقام معظم رهبری قرار شد که کلیه امکانات دولت برای کمک به مقابله با ویروس کرونا در عراق و سوریه و لبنان اختصاص یابد.